امسال چین دانشجویان بیشتری تاجیک را برای تحصیل قبول میکند. مقامات میگویند در سال روان این کشور برای دانشجویان تاجیک در مؤسسه‌های عالی و کسبیش 350 بورسیه جدا کرده است که نسبت به یک سال قبل 50 عدد بیشتر بوده است. وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید این تصمیم در یک ملاقات معاون وزیر معارف با معاون رئیس کادیبات بورسیوی جمهوری مردمی چین گرفته شده است. از وزارت معارف به رادیو آزادی گفتند که زیاد شدن بورسیه‌های تحصیلی چین برای دانشجویان تاجیک از رشد همکاری در ساحه معارف بین این دو کشور درک می‌دهد. دانشجویان برای تحصیل در دانشگاه‌های چین هم از سوی کمیسیون مخصوص وزارت معارف تاجیکستان و نمایندگی علم و فرهنگ چین در دوشنبه انتخاب می شوند. داننده های زبان چینی و هوسمندان اختصاص ها برای اقتصاد کشور مهم هستند و برای آنها برتری بیشتر داده می شود. اما بجز از بورسیه های دولتی چین، خود تاجیکستان هم امکان فراهم کردن شرایط تحصیل دانشجویان در این کشور را دارد. اسمت الله شودیف، رهبر مرکزی برنامه های بین المللی وزارت معارف و علم گفت غیر از بورسیه های دولتی چین، مرکز درخشندگان هم از حساب بودجه دولتی تاجیکستان برای داوطلبان تحصیل در این کشور امکان فراهم می‌آورد. شودیف میگوید با نظر داشت اختصاصی برای اقتصاد کشور ضرور برای شهروندان کشور بورسیه‌های تحصیل جدا می‌کنند. از سوی دیگر در نزد دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشکده کوهی متالورژی مرکزهای علمی فرهنگی کنفوتس فعالیت می‌نمایند که در آنها دانشجویان تاجیک با آموختن زبان، فرهنگ، رسم و آیین و عنعنه‌های مردمی چین مشغول می‌باشند و آنها نیز می‌توانند از سوی این مرکزها مستقیما برای تحصیل به این کشور روند. در ماه سال گذشته نیز چین 30 نفر دانشجوی تاجیک را برای نگاهبینی لوله گذشت که از تاجیکستان می‌گذرد به تحصیل فرا گرفت. حالا 30 نفر دانشجوی تاجیک در دانشگاه سیان شیو ولایت شانسی چین پذیرفته شدند. تحلیلگران هم عامل اصلی بیشتر کردن بورسیه ها برای دانشجویان تاجیک را بر روابط خوب تجاری و فعالیت ده‌ها شرکت چینی در تاجیکستان مربوط می‌دانند. هم مسئله چین جهت تحصیل شهروندان تاجیکستان در دوره‌های سالانه زبان آموزی زینه‌های بکالوریات، ماگیستراتورا و اسپیرانتور دانشگاه چین بورسیه جدا می‌کنند و سال به سال شماره داوطلبان تحصیل در چین می‌افزاید. با گفته وزارت معارف، حالا در 112 مؤسسه تحصیلات عالی چین تقریباً 3000 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کنند. بعد از روسیه که با خصوصی تا 2000 بورسیه برای شهروندان تاجیکستان پیش صف است، در مقام دوم دولت چین قرار دارد که در یک سال 50 عدد بورسیه خود را به دانشجویان تاجیک زیاد کرده است. اکثر جوانان هم برای تحصیل در خارج به روسیه و چین و بلاروس برتری می‌دهند. جمهوری مردمی چین همسایه تاجیکستان است و یکی از دو کارشریک اساسی دوشنبه است. نفوذ آن در تاجیکستان در حال گسترش است و گفته می‌شود که به زودی آن روسیه را عوض خواهد کرد.